که ما با آقای رحمان ابیوچ کار میکردیم بسیار کوشش‌ها بودن که بین دو طرف درگیر یک صلح پیدا شود، گفت و شنید پیدا شود، کوشش‌های زیادی بود. اما معلوم است که از دو طرف یک گروه‌ها تشکیل شده بودند که از گروه اپوزیسیون با سرداری شادروان مولا عبدالله نوری در اونجا صوت حیمت‌زاده بودند، در اون کمیسیون لطیفی بودند و دیگران اونجا بودند. از این طرف ما خواهش کرده بودیم که عزت‌الله حیایچ برای کنم با ما حیات اونجا رمضان ظریفov بودن و محمدov بودن و دیگران یک چند نفر تا 8-10 نفری آدم جمع شده بودن، شخصیت‌های بسیار باوبرو بودن و بعضی کارها به انجام رساندن. وقتی آخر شادروان رحمان ابیوچ همین از آن که بسیار وضعیت هر روز نارامتر میگشت دیگر یگان کار جدی نمیکردن و شورای عالی یگان علاج کار کردن نمیتونه، چون که یک پرزیدنت است، باید پرزیدنت همه مسائل را حل کند. شورای عالی وکالت هم نداشت. دیگر ریاست شورای عالی جمع شدن گفتن که باید که یک بار رحمان ابیوچ قطعی یک بار نصیحت کنیم. یک روز من دعوت کرد رحمان ابیوچ، گفتن که شما رفته اعضایان پرزیدوم شورای عالی و پرزیدوم کابینت وزیران جمع کنید و میریم. خود جمع میریم یک نصیحت است. یک نصیحت کنیم چیکار میکنیم؟ جمع کردیم، نصیحت کردیم، خیلی وقت گذشت و اعضایان کابینت وزیران جمهوری هم حکومت جمهوری هم آمدن در همونجا، دیدن که ما نصیحت هم خیلی شده است. بعد من گفتم که کسی که میخواهد خیسته را نخواهد در ازدش نیستد و خیسته را از همون جا خیسته روان شدیم فرودگاه و چند کس گفتن نمیرویم. دیگران کسی که میره خیسته اینجا ماشینا با سوار شدیم که رفتیم در فرودگاه. همه فرودگاه احاطه کرده شده است و وقتی که واردی همون زل چی شدیم، یک تا از همون محافظای رحمان ابیوچ از پاش تیر خورده بود و خون خیلی کشاله کرده بود و خون هم در اونجا بود. دیگر ما فهمیدیم که چی است. من اونجا شریفov رئیسی من تلفن کردم گفتم که این گنرال رئیس جمهور را احاطه کردن در اینجا شما در کجای و من جواب دادم که رئیس جمهور من نگفته است که کجا میرم. من نمیدونم. بعد دیگر با وزارت امور داخله تلفن کردم، از اونجا 2-3 تا بیتیر آمدن فرمودن زمان با همه آدمایی که ما را احاطه کردن آغوش با آغوش و بوسابوس سر شد که این که تمام دیگر محافظای ما همینا باشن ما چیکار میکردیم. عریضه‌شون را نوشتن رحمان ابیوچ. وقتی که رحمان ابیوچ رفت بسیار گروه ها گفتن که باید یک شورای دولتی باید که تشکیل کنیم که تا انتخابات رئیس جمهور دولت پیش برد. دیگر بین همون نامزدها بسیار کشمکشی بسیار کلان شد. بعضی آدم دولت خدانظرف پیشنهاد میکردن و دیگرها از دامنای تروجانزاده را پیشنهاد کردن و دیگرها هم بودن همونجا. بعد دیگر همون با خلاصه هم بودن که همین ریاست شورای عالی همین عموما وظیفه‌ش موافق کنستیتوسیه، چون که اینا با غیر کنستیتوسیونی بودن. اگر چیزی که ما تایید میکردیم تشکیل میدادیم تأسیس میدادیم غیر کنستیتوسیونی بودن، برای همین در شورای در جلسه معین کردیم که همین وظیفه را به من سپردن و اون دوره شما میدونید خیلی ماه آگوست بوده، همگی یک 2 ماه 3 ماه بسیار آدما از من بسیار تنقید سخت میکنن که برای چی شما
همین 2 ماه ما اینقدر یگان کارم کردن نمیتونستیم. وقتی که اون کسی کشته می شود، خون از این طرف از اون طرف می شود، اونا در دستی آدم ها که افطمت و دیگر سلاح اگر باشه، اونا خطیب به صحبت کردن و نصیحت کردن بسیار مشکل چیزی کرد. چی کاری که از دست من بود ما همینه کردیم. من در نزد همه مردم تاجیکستان ما در اون سیسی هم بخشش پرسیدم، حاضر هم بخشش میپرسم از آنهای شما که ما چی کاری که از دست من آمد کردیم. لیکن متاسفانه پیش راهی همون جنگ گرفتن نتوانستیم. بعد از همون سیسی شما خطا میدونید که به جای جنگ خاتمه یابد با جنگ علنگه جنگ با زیادتر شد.